مثلا یکم پس بودن خود سطح معرفت خانوادگی معرفت رویداری آماده نبودن دخترانه و حیاتی اویله‌داری حیاتی مستقلانه ما میدونیم که زندگی همین قدر رویا دارد که وقتی که دخترک مثلا هرچند که سیل نیکور امروز ما 18 کردیم لیکن 18 هم این معنی او را ندارد که دختر پره آماده می شود در همین دوره. مسئله مهاجرت هم هست. مسئله دخالت بیم که خشان و نزدیکان هم هست. همچنین مسئله بیم که جای داشتن حالتهای ضروری هم هست. همین عامل‌ها در مجموع هستند که امروز شماره همین قدر بیم که تشویش‌آور است. کدام زیادتر است کدام خیلی هست؟ این تحلیلی باید نداریم. یک چیزی دیگر هم هست عموما تحلیل کردن از این خلاصه بردن برای مشکلش در چی است؟ مشکلش در آن است که مثلا هر کسی که امروز به کمیته مراجعت میکنه و از دیدی اون بیم که همچون یک طرفی که ضرر دیده است و هیچ وقت عیب دیگر عیب خودش نمیگه. اون عامل‌های را به نام منبر میکنه که همین چیز است. برای همین ما همین سال نیت داریم که یک تحقیقات سوسیولوژی وابسته به مسائل بیرونشوی اویله‌ها گذرانیم تا اینکه در حقیقت هم معین کنیم که کدام عامل‌هایی هستند که زیادتر هستند کدام چاره‌بینی‌ها را ما عملی کنیم که همین حالت کمتر پیش بگیریم.